قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار أجمعين و بعد. یکی از خصوصیات و ویژگی‌های دین مبین اسلام ربانی بودن این دین هست، یعنی که منبع و مصدر این دین خود پروردگار هستند. یعنی دینی نیست که بشر اون رو درست کرده، لذا خود این ربانی بودن، یعنی اینکه این دین از جانب پروردگار می باشد، امتیازی است برای اسلام که این دین رو از دیگر مکتب‌ها و مذهب‌ها رو جدا می کند. به همین جهت دینی است کامل و در ضمن اینکه کامل است در آن جمال و زیبایی و حکمت و اسرارها و مصلحت‌هایی برای عباد و بندگان خدا نهفته است. اما همین دین با اون جمال و زیبایی، با اون کمالش، از جهت‌های مختلف چه از طریق دشمنان و مغرضین و چه از طرف دوستان نادان و غیر مغرض مورد تهاجم قرار گرفته و میگیرد و چهره زیبا و کامل اسلام رو مشوه و نازیبا نشون داده می شود. گرچه خداوند هم برای حفظ این دین کسانی رو در طول تاریخ آماده و مقرر ساخته و می سازد تا اون غبارها و شبهات و تشکیک‌هایی که ایجاد شده و می شود بزدایند و اون جمال و زیبایی که اسلام دارد به دیگران بنمایانند. جدا از اینکه دشمنان با ایجاد شبهه ها و اینکه برخی از آیات قرآنی و احکام دین و خصوصیات پیامبر علیه السلام رو مورد تشکیک قرار میدهند، اون که به جای خودش موارد دیگر هست که چه بسا جمال و دلپذیری دین رو زیر سوال شاید قرار ببرد که تقریبا این موارد میتوان به 3 دسته تقسیم کرد. یکی خوب عمل نکردن به دستورات شرع هست. 2 بدعه ها و اضافاتی که در دین داخل شده و به دین نسبت داده شده. 3 اخبار و روایاتی که واهی و یا ضعیف و بیپایه هستند و به روایات صحیح اسلامی اضافه شده که انشاءالله پیرامون هر 3 مطلب و 3 مورد بحث خواهد شد. نکته اول و یا مورد اول که چه بسا اون جمال و زیبایی دین به وسیله عدم توجه یا عدم رعایت صحیح موازین شرعی خدشه‌ای به اون وارد می شود، یا از طرف کسانی است که به خاطر سهلنگاری و بی‌توجهی به احکام شرع این کار می کنند. این کسانی هستند که می دانند دستور شرع در این زمینه اینه، شرع این گفته، خدا اینو خواسته، ولی از روی بی‌توجهی، سهلنگاری و دنبال هوس‌ها رفتن به احکام خداوندی و آداب شرعی پشت پا میزند. اینه که با این عملش فرد شاید برچسب ناروایی بر جبین اسلام بچسباند که مغرضین سوء استفاده بکنند،
یک وقتی هست که همین قضیه به خاطر برداشت‌های نادرست افراد است، یعنی یک فرد برداشت نادرستی رو از آیات یا روایات می کند و اون رو به عنوان دین به خور دیگران می دهد. اون وقت است که اون زیبایی و اون جذابیتی که اسلام می تواند داشته باشه شاید نداشته باشد. لذا مسئله حساس است، بالاخص برای ما مسلمین، مایی که هر مؤمن و مسلمانی باید بداند که تک تک ماها، چه مرد و چه زن، همه ماها گویا سخنگوی دینیم، گویا داریم با اعمالمون، چون ادعا داریم و بلکه مؤمن و مسلمانیم، نه من باب فقط ادعا، اعلان میکنیم که ما مسلمانیم، به کل جهان اعلان میکنیم که ما مسلمانیم، ما دین داریم، ما کتابی به نام قرآن داریم، قرآن ما این است، دین ما هم اینه. خب غالباً و شاید کلاً دیگرانی که چیزی از دین ما نمیفهمند و یا شاید میدانن ولی مغرضن، عمل یک انسان مؤمن و مسلمان رو به عنوان دین و به عنوان برنامه اسلامی معرفی میکنن. لذا دنبال اینن که یه نفر راه رو اشتباه برود تا اعمال او رو به عنوان دستاویز و بهانه‌ای قرار بدهن که بله دین شما اینه. اصلا دین ما اینطوری نیست، فلانی این کار رو میکند، فلانی چنین چیزی رو گفته و انجام میدهد. اینه که ما حدیثی داریم پیامبر میفرمایند علیه السلام من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، یعنی اسلام در ذات خودش زیباست. اگر انسان مؤمن اسلام رو اونگونه که شایسته هست بگیرد و به آن چنگ بزند، یک شخصی بسیار خوب، شایسته و مسلمانی بسیار نیکوست و اسلام این شخص هم یک اسلام زیبا، یعنی همون اسلام اصیل است. یعنی به حق ما میتونیم، یک مسلمان میتواند در جهان کنونی اگر سعی بکند، همت بکند که قرآن و سنت نبوی علیه السلام رو اونگونه که هست به نمایش بگذارد، اون چهره جذاب و بلکه دلربای اسلام میتونه معرفی بکنه. یعنی اسلام خصوصیاتی دارد، جمال و زیبایی هایی رو دارد، آداب و احکام و اخلاق و عباداتی دارد، چه فردی و چه اجتماعی، که به اصطلاح روز دلربایی میکند، یعنی دیگران رو از ته قلب به سوی خودش فرا میخواند. در این زمینه شما به این داستان بسیار مختصر توجه بکنید تا بدانیم که دین ما چقدر جذابیت دارد و دلها رو میتواند به سوی خودش فرا بخواند و جذب کند. وقتی پیامبر علیه السلام نامه‌ای به مقوقس بزرگ مصر فرستاد و وی رو دعوت کرد به اسلام، پاسخ نامه پیامبر علیه السلام رو خیلی مؤدبانه داد و بلکه هدایایی رو هم همراه حاتب ابن ابی بلتعه که فرستاده پیامبر بود علیه السلام فرستاد، که از جمله هدایا بغله بود، اون قاطری به نام دلدل، و همچنین ماریه قبطیه و خواهرش رو فرستاد به عنوان هدیه، که بعداً پیامبر علیه السلام ماریه رو به عنوان ملک یمین خودش انتخاب فرمودن و شد مادر ابراهیم فرزند پیامبر علیه السلام. اصل قضیه اینجاست که در هنگام اومدن ماریه همراه حاتب ابن ابی بلتعه، همین که وارد مدینه شد فوراً به حضور پیامبر که رسید علیه السلام اعلان اسلام و ایمان کرد. فوراً نطق کردن به شهادتین که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیامبر علیه السلام از سرعت عمل این زن و گرایش او به این دین سوالی فرمودن که چه چیزی باعث شد که تو این گونه به سوی اسلام بیایید و اعلان اسلام و ایمان بکنید؟ درسته که ماریه نصرانی بودن و یک رابطه‌ای با کتاب‌های آسمانی داشتن، اما جواب این زن رو بشنوید. گفت اون چه که سبب اسلام و ایمان من شد این بود که وقتی از مصر حرکت کردیم
تا وقتی که به مدینه یعنی شهر شما رسیدیم این شاگرد تو یعنی حاطبی که همراه من بود در این سفر اونقدر نسبت به شرف و ناموس و عفت و پاکدامنی من و خواهر من مواظب بود که من به یقین رسیدم که معلم این شاگرد یعنی پیامبر خدا علیه السلام معلم این شاگرد یک بشر طبیعی نیست. یعنی یک انسان معمولی نمیتواند یک چنین شاگردانی امین این گونه مخلص و صادق رو تربیت بکند که 2 زن در طول سفر شبانه روزی همراهش باشه و اونقدر مواظب عفت و پاکدامنی این 2 زن بشه. من قبول داشتم که این دین حقی است. منظور ما از دین اینه، از جمال و زیبایی این دین این است که صداقت و امانتداری و ترحم و اینها جزو خصوصیات اخلاقی این دینن که اگر ما این حقایق رو در زندگیمون به نمایش بگذاریم و جامعه عملی بدان بپوشانیم دیگران جذب ما و بلکه جذب دین میشوند. ما میشویم مبلغی برای دین با اون چهره زیبا و بسیار والا و با ارزش و خوب دین که زن این گونه برداشت میکند که این شاگرد معلمی خدایی است. پیامبر میفرمایند علیه السلام که از زیبایی و از جمال و نیکویی اسلام یک شخص اینه که انسان اونچه که به او مرتبط نیست، به او تعلق نداره، در رابطه با او نیست رها بکند، دخالت بیجا در کار و امور و شؤونات دیگران و کسان دیگه نکند. یعنی این که یک انسان مؤمن و مسلمان حد و حدود خودش بشناسد و به اصطلاح معروف پا رو از گلیم خودش فراتر نگذارد. پس اسلام در ذات خودش زیباست، اما یک مسلمان است که میتواند اون زیبایی دین رو حفظ بکند و به نمایش بگذارد و چه بسا یک مسلمان هم با حرکات زشت خودش میتواند چهره دین رو نازیبا و زشت و قبیح بکند. و این خیلی خطرناک است که یک انسان خدای نکرده مبلغ بدی برای دین بشود با اعمال و حرکاتش. اینه که انسان حد و حدود و مرز خودش بشناسد که چه بگوید، کجا برود، در چه اموری او دخالت میتواند بکند یا نمیتواند و از امور مالا یعنی این اونچه که به درد تو نمیخورد، به تو ربط ندارد، جایگاه تو نیست، مقام تو نیست، نباید اونجا پا بگذاری. و به عنوان یک مسلمان حد و حدود و حرمت خودت و حرمت دیگران رو باید حفظ بکنید. این نشانه نیکویی در اسلام یک انسان است. حدیثی دیگر هست، پیامبر میفرمایند علیه السلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. بازم این حدیث نمونه های دیگر از جمال و زیبایی و جذابیت دین رو پیامبر علیه السلام برای ما مسلمین بر میشمارند. میفرمایند خداوند نیکویی و زیبایی در مورد همه چیز واجب و لازم گردانیده. یعنی یک انسان مؤمن و مسلمان در قبال هر چیزی اون نیکویی رو به کار ببرد، نیک عمل بکند، نیک بگوید، برخورد او، نشست او، خوردن او، پوشیدن او، سوال کردن او، همه ی حرکات او به صورت نیک باشه تا نیکی از او ببارد. و بعد وقتی بگوین فلانی کیه مسلمانه، تا بگوین مسلمان است عزت و سربلندی و بالندگی به اسلام و دین و قرآن و امت اسلامی ببخشد، نه این که خدای نکرده انسان به گونه‌ای باشد که روش نشود یا دیگران روشون نشود که معرفیش بکنند که بله او هم مسلمانه. در طول تاریخ و تا بدین روز یکی از مهمترین راه‌های نشر اسلام و این که دیگران گرایشی به این دین داشته‌اند همین خلق و خوی حسنه و اسلام زیبایی که در عمل مؤمنین و مسلمین مشاهده شده و می شود. حتی امروزه در اون دیارهای کفر و
در کشورهای غربی که تشنه معنویاتن، به حق مسائل معنوی رو گم کرده‌اند، اون جرم و جنایت و گرفتاری های روانی و درونی به خاطر محرومیت از دین و خدا و قرآن میچشن، خیلی الان به اسلام میگروند، گرایش پیدا میکنن به خاطر دیدن جوانانی مؤمن و متعهد که اون روانی آرام و آسوده خاطر دارن، سوال میکنن، دنبالن. علی کل حال اونها اگر ترقی مادی و علمی رو دارن، دنبال گمشده خودشون هم هستن، به درهای متنوعی رو میزنن، دنبال سحر و جادو میروند، دنبال کسانی که جن رو احضار میکنن میروند، دنبال کلیسا و رفتن روز یک شنبه به کلیسا هم هستن، اما گمشدهشون رو پیدا نمیکنن. مساجدی هست، مؤمنین و مسلمینی از مرد و زن در صفوف فشرده در مساجد اونجا نماز میخونن. خود این صفهای فشرده، خود این صداقتی که مسلمین در آمیختنشون و آمیزششون با کفار رو دارن، جای سوال است که این صداقت، امانتداری، این عفت، پاکدامنی، دنبال حلال بودن، این حرام است، این حلال است، اینا سوال برانگیز می شود و اون وقت است که فرد کافر رو به جستجو و کنجکاوی وادار می کند. پس در دنیای کنونی هم می بینیم که خود عمل به اسلام، عمل زیبا و اون گونه که شایسته و بایسته هست، شده یک ابزاری برای دعوت دیگران به اسلام. می‌فرمایند پیامبر علیه السلام خداوند در مورد همه چیز نیکی و زیبایی رو نوشته است، یعنی واجب کرده که یک انسان مسلمان هر حرکتش رو به نحو احسن انجام بدهد. چرا؟ گفته شد تو در سنگر دین دارید زندگی میکنید، تو دارید از جانب خدا و قرآن و دین و اسلام سخن میگویید و عمل رو انجام میدید، تو جانشین دینی. به همین جهت وقتی که سوال شد از اخلاق پیامبر علیه السلام، ام المؤمنین فرمودن کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر قرآن بود. این قرآن اخلاق پیامبر و پیامبر یک قرآن زنده علیه السلام. حالا امروزه هم مؤمنین و مسلمینی که هم شعار اسلامی بودن، شعار این که ما تابع و پیرو محمد علیه السلام هستیم میدهیم، باید بدانیم که باید هم قرآن و هم سنت نبوی علیه السلام رو اونگونه که ناب و خالصانه هست احیا بکنیم، زنده بکنیم و به دیگران نشون بدیم، تا دیگران از طریق عملمون، صداقتمون، امانتداریمون، محبتمون، وحدتمون و پاکی دل و درون و بیرونمون گرایش پیدا بکنن و به سوی اسلام بیان و لذت ببرن از دین و قرآن و اسلام. فرمودن که در مورد همه چیز خداوند احسان و نیکی نوشته است. پس هرگاه یکی از شما، نمونه هایی است پیامبر ذکر میکنن علیه السلام، پس هرگاه یکی از شما خواست بکشد، به خوبی بکشد کشته خودش رو. یعنی چی؟ یه وقتی است که انسان بالاجبار با دشمن، با کفار درگیر می شود، جنگی در می گیرد، حتی در حین درگیری و جنگ و کشتن دشمن باز هم باید همون کشتن تو به نحو احسن باشه تا اون حد. در کجای دنیا و قانون دنیا دیده اید؟ شما در همین دنیای به اصطلاح که اون همه دم از تمدن و ترقی و انسانیت و انسان دوستی میزند، وقتی که جنگی در میگیرد چه بر سر روزگار بشریت در میآورند؟ چگونه انسانهای بیگناه، بیپناه که هیچی در دستشون نیست و هیچ توان و نیرویی ندارند، بچه ها و طفل های کوچک، ضعیف، زنها، پیرمردها و پیرزنها رو به خاک و خون میکشن، بلکه با بدترین اسلحه هایی رو که دارن و فجیع‌ترین شیوه انسانها رو قتل عام میکنن. پیامبر علیه السلام خودش و خلفای او هرگاه فرماندهی و لشکری رو میفرستادن برای این که مقابله بکند با دشمن، توصیه هایی رو داشتن و میفرمودن در حین درگیری، قبل از اینکه درگیر بشید اونها رو دعوت بکنید به صلح و آشتی، به این که دست از جنگ و بردارن، دست از تهاجم بردارن، جنگ نکنن. اگر قبول کردن که با آنها صلح بکنید، اگر راضی نشدن مگر با جنگیدن، شما بچه های کوچک رو نکشید، کاری به زنها نداشته باشید، کاری به سالمندها نداشته باشید، در مسیرتون که می روید
با راهبان و دیرنشینانی که عبادتکارن و مشغول عبادتن کاری نداشته باشید. توصیه های اکید. و حتی در هنگام کشتن دشمن حربی که با شما در حال جنگ است، اون رو مسله نکنید، به صورت خیلی زشت اون رو نکشید. مسله کردن اینه که تو بیای دشمن رو که دشمنت قاتله، شاید خیلی از همرزمان تو رو کشته، بیایید اول عذابش بدید، دست و پای او، اعضای او، چشم او در بیارید، گوشش رو ببرید، بینیش رو قطع بکنید. اسلام میگه نه، این کار رو نکن، مگر در صورتی که تعدی اونها به همین نحو باشه، در حد مقابله به مثل میتوانید این کار رو بکنید. این چیزی که تا بدین روز محفوظه. تمام مکتب ها و مذهب ها همین کار رو میکنن، بلکه فراتر از این. یا قاتل که باید قصاص بشود، وقتی که ثابت بشود فلانی قاتله، و اولیای دم عفو نکنن، اینجا باید قاتل کشته بشه. همین قاتل هم وقتی اونو میکشید باید به نحو احسن اونو بکشید. درسته که مجازاتش اعدام هست، ولی طریقه اعدام او هم به نحو احسن باشه. باز هم پیامبر میفرمایند علیه الصلوة و السلام هرگاه خواستید حیوانی رو ذبح بکنید، ما گوسفند و مرغ و گاو و شتر و اینا جزو حیوانات حلال گوشتن که خداوند به ما اجازه داده که سر اونها رو ببریم و از گوشتشون استفاده بکنیم و بخوریم. اما وقتی خداوند اجازه داده که تو سر این حیوان به اصطلاح حلال گوش رو ببرید، آیا به هر روشی و هر طریقی که تو بخواهید میتونید بکشید؟ میگه نه، به نحو احسن اونو بکش. نمونه ای از روش کشتن و ذبح کردن حیوانات پیامبر در همین حدیث علیه الصلوة و السلام به ما یادآوری میکنن، میفرمایند که قبل از این که حیوان رو بکشید اول کارد رو به عنوان ابزار کشتن تیز بکن. با کاردی که تیزه که راحت سر گوسفند و حیوان رو میبرید، عذابش نمیدید. ولیرح احدکم ذبیحته، تا اون حیوانی که مورد نظر هست که ذبحش میخواهید بکنید با راحتی ذبحش بکنید. اینطوری نیست که حالا چون میخوام بکشمش پس شکنجهش هم بدم. پیامبر علیه الصلوة و السلام مردی رو دیدن که یه پا رو گذاشته رو گردن حیوان و با یک دست رو داره، با دستش داره کارد رو تیز میکنه. نهی فرمودن این کارو نکنید. حتی نهی شده که حیوانی که مورد ذبح و میخواهید ذبحشو بکنید کارد رو جلوش هم تیز نکن. و فرمودن که میخواهید این حیوان رو 2 بار بکشید، یک بار تا وقتی که این کارد رو ذبح بکنید، یک بار هم که کارد رو حلقومش بگذارید. نگو که حیوان عقل نداره، اما فطرتا این احساس رو داره، میدونه که چه داری میکنی. حتی نهیه که اگر انسانی میخواد حیوانی رو ذبح بکند، روش آوردن او به ذبحگاه و کشتارگاه همینطوری با خشونت و این که اونو بکشید نباشه. مردی 2 تا گوش حیوان رو گرفته بود، گوسفند میکشون اون رو، نهیش کردن که با 2 تا گوش نگیر، گردنشو بگیر، آرامش بیاور. حتی اگر تشنه باشه اول سیرابش بکن این حیوان، بعد اونو بکش. اینه که اگر یه وقتی میبینید آب رو تو حلقوم گوسفند میریزن بعد اونو میکشن، که اگر تشنش هست اونو سیراب بکن. درسته که الان چند ثانیه دیگه اونو میکشید، اما در حال جون دادن هیچ زجری و تعذیبی نباید ببیند. حیوان جلو حیوان نکش، حیوان رو محکم به زمین نزن. درسته که اونو میخواید بکشید اما شکنجش نده. خداوند حلالش کرده برای تو که به نحو احسن ازش استفاده بکنید و به نحو احسن اونو بکشید. چقدر ما پیرامون حیوان و حمایت از حیوان احادیثی داریم که جزو افتخارات امت و اسلام و مکتب هست، در حالی که بعد از اون بشریت میاد بعد از قرنهای قرن که پیامبر علیه الصلوة و السلام جهت حمایت از حیوانات از هر جهت قوانین و ضوابط بسیار مستحکم و جالبی رو مقرر میکنن، بعد میان مؤسسه هایی و جمعیت هایی رو جهت حمایت از حیوانات میگذارن و افتخارم میکنن. خیلی از مسلمین هم متاسفانه که خبر از دین خودشون ندارن به دیده اعجاب نگاه میکنن، میگن ببینید به به اونا متمدنن، اونها مترقیان و اهل علم و صنعت و دانشن، ببینید حتی نسبت به حیوان برنامه دارن. در حالی که ما امت اسلامی باید ببالیم که این همه قرنها گذشته و آنها غافل بودن، اما دین ما چارچوبی حتی برای حیوانها هم دارد. بنده نمونه هایی رو ذکر کردم قبلا، اما مجددا ذکر میکنم. پیامبر علیه الصلوة و السلام فرمودن زنی وارد دوزخ و جهنم شد به خاطر یک گربه رو محبوس و زندانی کرد، نه بهش آب و غذا داد نه آزادش کرد. خب ناراحت بود از دست گربه، اونو توی اتاق کرد.
تا اینکه از حشرات و خار و خاشاک‌های زمین میخورد و از گرسنگی مرد. خداوند به خاطر این تعذیبی که زن به گربه داده بود اون زن رو وارد دوزخ و جهنم کرد. آیا مکرری قاطعانه تر از این میخواهید برای حمایت از حیوان؟ و در روایتی فرمودن پیامبر علیه السلام مردی به خاطر سگ و خوبی به یک سگ که حیوان بسیار پستی است آمرزیده شد. مردی رفت در یک صحرایی، خیلی تشنه بود، رسید به چاهی، هیچ دلوی چیزی رو پیدا نکرد که بره پایین ببره و اون رو بالا بکشه و آب بیاره برای خودش. رفت پایین توی چاه، آب رو خورد و نوشید و بالا اومد. بالا که اومد سگی رو دید که از اثر تشنگی و از شدت تشنگی زبان میکشد به خاکهای کنار چاه. مرد گفت که منی که تشنه بودم چند لحظه قبل چه حال و هوایی داشتم، چقدر زجر میکشیدم، رفتم خودم رو سیراب کردم، اینم سگه ولی خب جون دارد، داره جون میده، شکنجه میبیند بر اثر تشنگی، دلش درد گرفت به خاطر این سگ، چیزی رو پیدا نکرد که برود پایین آب رو بیاورد. کفش خودش از پا در آورد، به دندان گرفت و دو دست رو در دو طرف چاه زد، رفت پایین، پر از آب کرد، بالا اومد، داد به این سگ. خداوند ازش تشکر کرد و وی رو آمرزید. نمونه هایی داریم که پیامبر نهی فرمودن از شکنجه دادن حیوان ها، نهی فرمودن که انسان حق ندارد حتی اگر گنجشکم باشد برای تمرین یا سرگرمی اون رو هدف قرار بدهد، تیراندازی بکند و بکشد. همینطوری سرگرمی بدون اینکه از گوشش استفاده بکنه، سرگرمی داره که بره این طرف و اون طرف، تیری هم دستش باشه بزنه، این نهیه. یا این که انسان بخواد تیراندازی و مهارت خودش رو در تیراندازی نشون بده، حیوانی پرنده‌ای گنجشکی رو نصب میکنه، میبنده و کله گنجش یا بدنه گنجش رو هدف قرار میده. این نهی اکیداً ممنوع و حرامه. روزی از روزها پیامبر علیه السلام در یک سفری دیدن که گنجشکی دارد داد و فریاد میکند. احساسی کردن پیامبر علیه السلام، فرمودن که نکنه کسی آزار اذیتی به این گنجش رسونده. اصحاب گفتن بله فلانی بچه های این گنجش رو از لانه برداشته، مادر اینطوری داد و فریاد میکنه. فرمودن که چرا ناراحتش کردید؟ برش بگردونید، بچه هاشو بر بگردونید. حتی گنجش بله در دین ما باز هم باید بهش رحم بکنید. این جزء کمال دین و جمال و زیبایی دین است که اگر ما احیا بکنیم، آیا ترحم ما و کمال دین ما چقدر گسترده هست، چقدر عظیم است و فراگیر است که همه چیز و همه کس رو فرا گرفته و میگیرد. حتی در زمینه درخت و درختکاری که اگر این همه بشریت از فواید درخت و فضای سبز صحبت میکند، ما چقدر احادیثی داریم در توجه به درختکاری. پیامبر میفرمایند علیه السلام هیچ مسلمانی درختی رو نمیکارد یا کشتی نمیکند و زراعت نمیکند که اگر پرنده ای، انسانی، حیوانی چیزی از اون بخورد، استفاده بکند، برای او صدقه است. تو درخت میکاری به قصد صدقه، همون درخت برای تو صدقه است. از سایه اون، از برگ اون، از دانه اون، حتی از همون فضای سبز اون، حتی از این که هوا رو پالایش میکند، باز هم برای تو صدقه به حساب میاد. تا اون حد. و اون کسانی که در تخریب فضای سبز و کندن درخت ها اسراف میکنن، بی توجهن، بازم مخسرن. پس دین ما در همه ابعاد خودش توجهات و دستوراتی رو دارد در زمینه نظافت و پاکیزگی به تمام انواع اون و ابعاد اون، که اگر انسان صحبت بکنه یک زمینه بسیار گسترده و وسیعی است که انسان در زمینه نظافت و پاکیزگی و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی صحبت بکنیم که دین ما همه این قضایا مورد توجه قرار داده. میگن فلان کشور اروپایی، اگر برید در اون کشور، اگر بنده خدا دستمال کاغذی تو خیابون بندازه جریمش میکنن. اونقدر کوچه ها، خیابان ها پاک که انسان وقتی تماشا میکنه کیف میکنه و لذت میبره. بعد میان به دیده اعجاب نگاه میکنن و اعمال خود مسلمین و خود مسلمان ها وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی فاصله داریم از اون چیزی که، از اون واقعیتی که برخی از کشورها دارن، در حالی که در چارچوب دین ما اسلام چه برنامه ها و چه دستوراتی که ندارد. و بلکه زدودن خار و خاشاک و آزار اذیت از سر راه مردم و از کوچه و از بازار و از خیابون جزو شاخه های ایمان است که پیامبر فرمودن علیه السلام الایمان و بدع و 70 شعبه. ایمان 70 و چند شاخه داره. بالاترینش لا اله الا الله هست
و حیا هم شاخه از ایمان و پایینترین اون اماطة الاذی عن الطریق، اون چیزی که مورد آزار و اذیت مردم هست از سر راه مردم بر میداری، جزو ایمانته. حتی حدیثی هست که مردی شاخه ای از درختی که خار داشت و بر سر راه مردم بود برداشت از سر راه که راه مردم هست، خداوند از وی تشکر کرد و وی رو آمرزید. این خط تأکید شده، اما میبینیم که خب ما مسلمین رعایت نمی کنیم، پاک نمی کنیم کوچمون، بلکه آشغال و خار و خاشاک، حتی آشغال های تو خونمون هم میریزیم تو کوچه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.